اون تحتیه نه و بغلیش بذار سمت راستش رو میبینی؟ وای شت خیلی خوب بچه ها همراه هستیم با داش رحیم گلاب. داش رحیم سلام و عرض ادب. ببین همون جوری که توی ویدیو قبلی گفتم راز موفقیت ویدیوهای این چنل منم. اصلا من نباشم این چنل ساخته نمیشد. دوستان عزیز تو ویدیو قبلی من ایشونو کیک نکردم و اما این دفعه میخوام واقعا کیک کنم. خداحافظ. نه من اصلا دارم یک کاتسین میبینم، سینمایی دارم میبینم. کاتسین چیه؟ نمیدونم. اوه شیت حاجی منم اومدم. حاجی منو نگاه کن، من نگاه کن. داداش نکن، یه ماچ کن، یه ماچ ریزی کن. حاجی دیدی الان حواست باشه آروم کنترل رو بگیر. آروم باشید، آروم باشی آروم حاجی واقعا اوش نجس ترین موجودی که میتونستن خلق کنن و خلق یه لحظه نگاهش کن چروکای. بذار من یه ماچ ریزی بکنم، یه ماچ ریزی ای بابا رفتش بابا. من یه ماچ نزن میشنوه صدامونو. سوت نزدم که من. کریم داره از پشتت خنجر بزن. چرا نصفش تو دیواره؟ تمام داره ویبره میره. میدونم. بیا از این طرف دیوار بره. ببین سلام. نگاش کن شبین آلوچه خیسای سوپری. میشنوم. باور کن صدای گریه داره. ببین بدترین اتفاقی که میتونست برام بیفته این بودش که جای کلیدا عوض شده و بعد دوباره نکن. احمق منم میتونم بیام. فکر من نمیتونم بیام تو. کمک. بشین کنترل بزن آروم باش. بابا نکن. یه لحظه مریض روانی. یه لحظه میشه دمه در وایسی ببینی یارو داره میاد یا نه. باشه خیلی ضربان قلبم داره چیز میشه. وای آجی این احمقه. بابا من گیر کردم. کمک. آها خب تو برو بگرد، من حواسم هست بهش. برو بگرد. به خدا صدای سود بیاد آلت 4 میگم روبلاکس همو پاک میکنم. وای بچه ها هم بالایی هم که براتون تصاویر خیلی قشنگ. موجودی عجیب غریب به نام نگاه‌قره قروتی داره درجا میزنه. کجا رفت؟ دیوم. اوه هلو رفت اونور. وای نه اونوره. اومد. ای بیریخت. خب کلیده تو این اتاق نیست. فکر می‌کنم هر سری جاش عوض بشه. پشمام آجی خوبی؟ منو میبینی تو الان؟ آره اوکی. بیاریم کنترل بزن توی اتاق هیچی نبود. توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاد. از اونجایی که ما تو ایرانیم و خیلی نتمون قویه، حتی تو این روبلاکس هم ما مجبور شدیم دوباره لیو بدیم و دوباره بیایم. چرا؟ چون که اوضاع نت یه خبر نمیدونم خوبه یا خبر خیلی بدیه. من اسمم گزینه دوم خبر خیلی بدیه که ما رفتیم جای کلید قبلیه که پیدا کرده بودیم چک کردیم و فهمیدیم جای کلید هر سری عوض میشه. یعنی همه جاها رو باید بگردیم ما. و متاسفانه بله به بدبختی عظیمی می‌خوردیم. اگه این کارو نزدیکت بود نه کشور رو باز نکن. تو فضای باز بودی که بغل یه دونه رو اگه یه کوچولو ازت دور شد بزن. اگه آروم اومد سمتت هیچی نکن.
اگه دوید سمت فقط باشه دیگه نکن روانی. او فعلا ببین نیومده بگیرتت من که ادامه میدم، من لفت نمیدم اگه بگیرتت. نکن الان میاد از اون. صدا پای ای وای لجنش وای داره وای. میاد. ببین یه لحظه بی حرکت وایس این نه بی حرکت نگاش. یا با هم ماچش کنیم بابا، با هم زد ماچش کنیم بابا اونو. لبات عفونت میکنه. چی نبات میگی؟ کنج لبات. دم در کشیک میدم کشیک. ببین یه چی بگم اگه خواستی بگردی طبقه آخر بابا. کلید برداشتم. چی؟ حاجی پشمام صدا گریه داره میاد از این ور. آره دیگه من 3 ساعت چی دارم میگم. آخه از اون سمت درفنسیه داره صدا گریه میاد. وای حاجی خیلی بچه چون قرار اصل کاری اصلا بریم اونجا. حاجی نکن. چرا تلفن داره زنگ میزنه؟ داش سوت زدی یا شیطون. مسعود نازو انگار خودش خود به خود سوت میزنه یهو. یعنی چه مگه پراپانته؟ نمیدونم واسه الان تو یکی از این کلیدا زدی پس چرا همش قفل هنوز؟ نه اونو زدم کلیده توشه هم، یعنی وا شده در اصل. آه یه لحظه نکن کنیم آروم باش داره میاد تکون نخور شیت خبری نبود نه خبری نبود. بیا بریم سمت اینا. بگم برو اونو بگم باش نه اینجا نه. اینا یه اینجا. کمد برای قایم شدن اینجا. بذارم میرم ببینم. خب داره میاد فعلا باز نکنه داره میاد. اوکی باز کن اومده شد. اینا کلید. حالا بیا فعلا همین کراود شده. نه اونور خبری نی. حاجی بیا برو از توش رد شو، برو اونور بگرد من برم کلیده رو بزنم. تو هم بیا. نه میخوام برم کلیده رو بزنم داش. ببین این طرف حاجی این طرف یه صداهای بدی داره میاد. میدونم. خب ببین این طرف هم یه کمد هست. ببین حس میکنم این یارو باگه. منم همینطور. کلید دوم شده بیاد ازش رد شد. کراود شده بیا کجایی؟ بیا تو دوش خوبی دو. وای باجی ریدم تو باگش. ببین از چش تو چش من یهو اومد. بیا اینجا بابا این کموده رو بگرد. سلام. بفرمایید. حاجی میزا چی هن؟ نکنی تو کشوهای اینا. اومد نیای پایین فعلا. بیا پایین. کجای یارو؟ بیا پایین داره از اون طرف میاد. بشین. بیا این میزا هم بریم که من فکر کنم کشوی میزا هم ممکنه باشه. حاجی اینور یه دانه بیا یه کمد دیگه. کریم کجایی تو؟ من اینجام. بیاد از تو همون سالن اصلیه. کنار منم. حاجی از این کورست به خدا. نه چرا از همینه؟ اینا کلید. حاجی بریم. خودمون داریم گریه میکنیم اسم میکنن. بابا دیگه انقدر دارک. شت بنازم. قرار نبود فرار کنی. بودو شت پشتمه. بودو کجا برم؟ بذار از نیم اسپکتیتر. برو به شرفت بابا. نمیاد سمتت. برو
پشتمه؟ نه خیلی دور. خب ای. وای بابا فقط یه دونه از اون دکمه ها رو زدم تازه من بشین او فهمیدم حاجی. میخوای من ریسپانشم بیام اونجا؟ آره بابا ریسپان شو من تازه یه دونه از اون ستا رو زدم. الان فهمیدم قضیه دکمه چی بود. یه دونه از اون ستا دکمه رو زدم من. ببین فقط صدا در میاد از خودش. احتمال زیاد یا میایم همین فایر اگزیت یا یه دری تو همون گاراژ هست. وای اینجا چیه اندونیه حاجی؟ ببین یه لحظه میتونی بیای تو همون گاراژ اصلیه بزرگه اون یارو که فعلا آره فعلا کرد کاریمون نداره. بیا منم پیداش کنم. ویلا آه لیلی دوست دارم خیلی. بچه اگه چیزی در مورد مرحله بعدی این بازی میدونید که به دردمون میخوره حتما به ما بگید که این بی پدر رو رد کنید. 4 لوله هر چیزی میدونید از این باید چه اتفاقی قرار بیفته. حاجی اینا در بعدی اینا تو دوم پیدا کردم. زدی؟ زدم بذار من دارم میرم دنبال سوم. وای به خدا اگه اون ستاره آژیر خطر در بیاد واقعا لف میدم از این زندگی. حالا الان خوبه صدا آژیر در بیاد و تو نتونی لف بدی چون داره ویدیو ببین این طرف گاراژ کریم این طرف گاراژ همون جایی که دکمه دومو پیدا کردی. خب دقیقاً اون طرف 3 تا دره. داری میبینی منو؟ آره 3 تا دره اینجا. من میرم تو یکیش ببینم چی. بعد بریم سمت فایر اگزیت. اینا بابا من الان 4 تا دکمه زدم یزید. جدی؟ آره شاید هم ببین در این در گاراژی گندهه شاید باز شه. بی شرف بزنیم یه در دیگه رو باز میکنه. نمیدونم بیا یه دکمه دیگه. اومد سمت تا آروم باش. آروم باشید آروم خب اینجا همه تحت درمان منن. بذار این راهنماییشو برم بخونم چیه. You need to active all button behind this gate. دیگه همه باتنای توی این گیت رو باید آنلاک کنید. ولی نگفته چند تاست. وای بابا کردم 3 تا یزید. آجی فقط تو عکسش 3 تا بود وگرنه همه رو باید آنلاک کنید. What the hell? Oh my god, no way. شمام مشتی قلاب بگیر برم برینم. آکروبات باز باید رومانتیک باز باید باشی بتونی رد. حاجی فکر کن اینجا کنید بزنی یه ذره خودت هم. حاجی رحیم بیا آها این چیه؟ توپ رقص نوره حاجی. ببین من تو پشمام چی شد بشین سرجا صدا داد. ببین من از همین توپا یه دونه تو لول پولروم دیدم. جدا؟ یه دونه گفتم یه جا دارم توپ نورانی میبینم. آره توپ یه دونه از همینا دیدم. آره این الان به چه کارمون میاد؟ نوشته بود 1 از 7 تا یه دونه از 7 تا آنلاک شد. من یه دونه شم اونجا دیدم نتونستم بگیرم. یه لحظه وایس من گمت کردم. نه بیا من همینجام. بیا یه دکمه دیگه. ببین اون اونجا بودش من اونجا رو گشتم. رد شدم پشمام. ایوه کاش چجوری میخوای بیا اینور. اینجا باید کنترل میگرفتیم. کمک کریم این همون جایی که وایسادی کنترل بگی بیا. بابا همونجا کنترل بگی. Yeah baby girl. Oh یه اسکیل مریض نداری. بابا اونجا گفت بخور. شوالیه گاتامم بدبخت. بیا با بپری رد چی. بذار یکی من بزنم. بذار آخری من بزنم.
بیا آخریه بزن. کو اصلا حاجی رکب خوردیم نبود اینجا هیچی. باورم نمیشه. ای باورم نمیشه نبود هیچی. وا ای get the fuck out of here. الان چیکار کنیم؟ نمیدونم. ببین اون دره رو رفتی؟ نمیدونم. اون تحتیه نه و بغلیش بذار سمت راستش رو میبینی؟ آه گرفت. وای 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 ای وای 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 شت چرا سود زدی؟ نزدم من سود. یه راست نکن وای باک شدم. سود نزدم. آه قلبم. اسپکتیت نکن ریسپان شو بیا دنبال من. نه من یه آدم حاجی منو نگاه. دکمه از اون ور سمت راست. کدوم؟ راست اینجا؟ برو. نه اون ور آن اینا. آها اوه این هم از آخریش. بزن بنازم. بریم بیا فقط وایسا این یارو. ببین میخوای تو چیز کنی؟ ریسپان شدم. ریسپان شدی؟ همون آروم بابا من دم در ریسپان شدم. دم کدوم در؟ خدافظ. یه بیبی یه. چرا من نمیام تو لول بعد؟ من رفتم تو اگزیت. من نیومدم هنوز. من رفتم تو اون فایر اگزیتی که چیز بود. او تو فایر اگزیت باید بریم؟ پشمام چقدر کورم. چی شد؟ من چی نمیبینم. ببینم پشمام. از فایر اگزیتی دارم میرم پایین. مطمئنی تو فایر اگزیت؟ میخوای یه لحظه نری پایین بذار منم بیام. پشمام. یه لحظه نری پایین بذار منم بیام. بیا تو فایر اگزیت داد میرفتیم دیگه تهش رو؟ آره اوکی. حالی که باز هم به لطف من تموم کرده این لولو. چرا بابا زر نزن. همه دکمه رو من زدم. من نبودم تو این احمقا فکر میکردی همون ستاره میزه و میرفتی بیرون. تازه تو مردی. پشمام. بنازم. بابا ایزی بابا. نگار لباشکی هم. پشمام. وای نکن این کارو. تو رو خدا نکن این کارو. چه اکو هم میشه. ببین مطمئنم ماریه اینجا میفته دنبال. پنجره ویندوز نگاه. پنجره درک مطمئنم اینجا اون یارو ماره میفته دنبال. نه بابا کسی نمیاد داوش. بیا فایر ایزید. ندو امیدوارم نیاد کسی. خیلی خوب دوستان عزیز، خیلی ممنون که تماشا کردین این پارت رو. اگه دوست داشتید با لایک و کامنت حمایت کنید تا ما ادامه لول استخری جذاب بریم. اگر فکر میکنید که ما میتونیم لول جذاب رو بکنیم حتما ویدیو رو لایک کنید، توی کامنت ها برامون نظراتتون رو بنویسید. چه گیمایی دوست دارید ما بریم پلی بدیم. خیلی ممنون که تماشا کردید. تا پارت بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.